سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز در خدمتتون هستیم در جهت طراحی یک داشبورد مدیریتی در پاور بی آی برای واحد منابع انسانی. خب همونجوری که ملاحظه میکنید ما یک فایل اکسل داریم در واحد منابع انسانی که شماره پرسنلی، نام و نام خانوادگی افراد، جنسیتشون، سن اونها، سطح تحصیلات، سالی که اونا تو شرکت جذب شدن و دپارتمانی که دارن فعالیت میکنن، سابقه کاری اونها در کل سابقه‌ای که برای بیمه ایجاد شده برای اونها و مقدار حقوقی که در حال حاضر از شرکت دریافت میکنن و رده سازمانی اونها که حالا میتونه کارگر باشه، کارشناس، مدیر میانی و یا سرپرست. خب ما برای اینکه بتونیم ببینیم که چند درصد از نیروی انسانی ما زن هستش، چقدرش مرد هستش و در واقع رنج سنی ما به چه شکلی است، میانگین سنی ما تو چه حالتی هستش و چند درصد از نیروهای ما دیپلم دارن، چقدر فوق دیپلم دارن، چقدر لیسانس هستن و اینکه چه تعداد نیرو در کدوم واحد داره فعالیت میکنه و مقدار حقوقی که رنج حقوقی که سازمان داره پرداخت میکنه چقدر هستش و چند درصد از نیروهای ما کارشناس هستن، چقدر مدیر میانی هستن. ما برای اینکه بتونیم این گزارشات رو آماده کنیم اومدیم و یک فایل پاور بی آی رو آماده کردیم، گزارشات رو آماده کردیم و سمت چپ خب شما یه اسلایسر تایل رو میبینید که مشخص کرده که در سالهای مختلف تعداد نیرویی که جذب شده و کلیه گزارشات رو میتونید بر اساس سالهای مختلف اینجا فیلتر کنید. خب ما کل سالها رو انتخاب میکنیم. کل نیروهایی که در سازمان وجود دارند و جذب شدن 200 نفر هستش، میانگین سنی اونها 32.3 سال هستش و میانگین حقوقی که سازمان داره پرداخت میکنه 35.93 میلیون تومان حقوق هستش. خب در حال حاضر طبق نمودار دوناتی که ما اینجا طراحی کردیم در قسمت ریپورت ویو 109 نفر نیروی آقا داریم و 91 نفر نیروی خانوم هستن. رنج سنی توسط نمودار هیستوگرام انجام شده و نشون میده که ما رنج بین 18 تا 25 سال 40 نفر نیرو داریم، 25 تا 32 84 نفر داریم و به همین شکل. در قسمت بعدی نمودار بار چارت ما هستش که نشون میده که ما چه تعداد نیروهامون کارگر هستن، چقدر نیرو سرپرست داریم، مدیر میانی چقدر داریم و اینا تعدادهای اونا اینجا مشخص شده که مثلا ما الان 16 نفر به عنوان مدیر میانی در سازمان حضور دارن. نمودار بعدی نمودار پای هستش که اینجا در واقع ایژوکیشن لول رو داره نشون میده که همونجوری که ملاحظه میکنید از اون 200 نفر 98 نفرشون دیپلم دارن که 49% میشه تقریبا و 35 نفرشون لیسانس دارن که 17.5% میشه و به همین شکل درصد سطح تحصیلات نیروی انسانی رو ما اینجا میتونیم ببینیم. در نمودار بعدی ما بر اساس دپارتمان‌هایی که نیروی انسانیمون کار میکنن تعداد رو مشخص کردیم که مثلا تو واحد برنامه‌ریزی 8 نفر دارن کار میکنن، تو واحد فروش 17 نفر دارن کار میکنن و به همین شکل تعدادها مشخص شده و اگه تو اون لیست اکسلی که در ابتدا نشون دادم خدمتتون به نفرات اضافه بشه، یعنی پایین این لیست افراد اسمشون اضافه بشه، ما اینجا شاهد خواهیم بود که نمودار ما در واقع اطلاعات ما به روز آوری خواهد شد و با رفرش کردن این اطلاعات ما میتونیم اطلاعات جدید رو به دست بیاریم. در قسمت آخر هم ما میزان حقوق رو میبینیم که مثلا تو رنج 20 تا 53 میلیون تومان 162 نفر هستن که تو این رنج هستن و 8 نفر هستن که 85 تا 118 میلیون تومان حقوق دریافت میکنن و اینم یه دیدی از مقدار حقوقی که در سازمان داده میشه هستش و شما میتونید اینو ملاحظه کنید. ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار من قرار دادید. امیدوارم که براتون مفید واقع شده باشه. خدا نگهدار.